سلام بچه‌ها، اومدیم این دوتا رو تست بکنیم، نتیجهش هم ببینیم با هم دیگه. حالا من لاوندرش رو انتخاب میکنم برای تست کردن. باز میکنیم و محتویات داخلش رو با هم ببینیم. دوتا پد داره، دوتا هم این چیزی که قراره اون دیتاکس عملا پا رو انجام بده، اون چیزایی که سموم بدنه باعث دفعشون بشه. حالا من الان بازش میکنم، خودم هم تو اولین بارمه، نگاهشون کنیم. بازم نمیشه. این جالبه، یه چیز جالبیه. من بازش کنم اول. میت، این چیزی که نوشته میت آف داس پد کالبان، قطعش کنم ببینیم چی. خب من اینو بازش کردم، نوشته که از این سمتی که نوشته داره به پد میچسبونید، بعد اون پدم به زیر پامون میچسبونید. من باز میکنم، به پام میچسبونم که ببینیم. اینجاش خودش یه حالت باز شونده داره، گفته بود که بچسبونید، منم میچسبونم به وسط مثلا کار. خیلی هم بد چسبوندم، ولی این رو هم میایم کف پامون میذاریم، مثل میچسبونیم، چون تو تصویرم همینو گفته. حالا این یکی پامم میچسبونم، ببینیم. باز میکنیم، طرفی که نوشته داره میگه از این سمت، با آلمانی هم نوشته، میچسبونیم به پدمون. حالا این دفعه سعی میکنم بهتر بچسبونم این وسط پدمون. شما کرد. اینجوری میچسبونیم، دو سمتشو بازش میکنیم، به این یکی پامونم میچسبونیمش. دیگه بخوابیم تا صبح نتیجه رو بهتون نشون بدم. فعلا بای بای. خب بچه ها، این هلوش 12 ساعت گذشته. من دیشب 9 شب اینو گذاشته بودم، 9 و نیم اینطورا گذاشته بودم. الان هلوش 9 صبح. قرار بود که مثلا من زود بخوابم زود بیدار شم، ولی مجبور شدم چندین بار باهاش راه برم، برای همین اینقدر کثیف شده. و کل دیشبم فقط یه کوچولو حس اینو داشتم که زیر پام انگار یه سوزنی، خیلی اصلا درد و اینا نداشت، فقط حس خیسی داشت. و موقع راه رفتنم اون حس خیسیه بیشتر میشد. حالا بازش کنیم ببینیم چجوریه، چون نمیدونیم که آبکیه مومکیه چیه. یه دونه حوله بندازیم زیر پامون برای اولین بار، بازش کنیم. و این برشم بله، حس خیسی داره و این خیسه الان در حال حاضر. حالا با یه دستمال پاکش کنیم و معلومه که این چیزی که میگفتن درست بوده و دیتاکس از دیشب تا حالا صورت گرفته. میبینید دیگه زیرش سیاه شده و به نظر چیز خوبی بیاد.